به کانال خودتون خیلی خوش آمدید. اسکیزوفرنی چیه و چرا بروز میده در انسان؟ بریم که بیشتر با این بیماری آشنا بشیم. اسکیزوفرنی یک اختلال روانی مزمن و پیچیده است که باعث بروز مشکلات شدید در تفکر، احساسات و رفتار فرد می شود. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ممکن است دچار توهمات مثل شنیدن صداهای غیر واقعی یا دیدن چیزهایی که وجود ندارند، ازیان باورهای غلط و غیر منطقی، اختلال در گفتار و رفتار بی‌منطق شوند. این اختلال معمولاً در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می شود و ممکن است باعث کاهش توانایی‌های اجتماعی و شغلی فرد شود. علت دقیق اسکیزوفرنی هنوز کاملاً مشخص نیست، اما ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و شیمیایی می تواند در بروز آن نقش داشته باشد. استفاده از داروهای آنتی پسیکوتیک، روان درمانی و حمایت‌های اجتماعی از راه‌های درمان و مدیریت این بیماری هستند، هرچند که درمان اسکیزوفرنی معمولاً طولانی مدت و نیازمند پایبندی به برنامه درمانی است. مدیریت درست می‌تواند به فرد کمک کند تا زندگی مستقل تری داشته باشد و کیفیت زندگیش بهبود یابد. ممنون که تا آخر این جریان کوتاه با من همراه بودید. به امید دیدار رفقا.